اللهم عالم الغیب و الشهاده. اللهم ای بار الها، عالم الغیب و الشهاده، داننده غیب و داننده حاضر. یعنی که غیب پنهانی، شهاده ظاهری، اون چیزی که حاضر است و ظاهر است، اون چیزی که همه میداند. پس الله عالم الغیب است، یعنی داننده غیب است که ما انسان ها نمیدانیم. الله میداند اون غیبیات رو. و شهاده هم هست، یعنی عالم شهاده هم هست، یعنی که عالمی اون چیزی که آشکار است برای ما، اون چیزی که ما بندگان میدونیم، الله اونها را هم میداند. فاطر السماوات والارض است الله. فاطر یعنی که به وجود آورنده، یعنی خلق کننده. الله خلق کننده آسمان ها و زمین است. آسمان ها و زمین رو الله تبارک و تعالی به وجود آوردگی است. الله خلقش کردگی است. رب کل شیء و ملیکه. رب کل شیء یعنی پروردگار همه چیز است الله تبارک و تعالی. رب کل شیء یعنی پروردگار همه چیز است الله تبارک و تعالی. و ملیکه، و ملیکه یعنی که مالک همه چیز است. الله سبحانه و تعالی مالک همه اشیا است، یعنی صاحب همه اشیا. هر چیزی که وجود دارد صاحبش، مالکش الله تبارک و تعالی هست. اشهد ان لا اله الا انت. اشهد یعنی گواهی میدهم، شهادتی میدهم، ان لا اله الا انت، این که نیست معبود بر حق بجز الله. شهادتی میدهم این که نیست معبود بر حق بجز الله، بجز انت، الا انت یعنی بجز تو ای الله تبارک و تعالی. معبود بر حق و سزاوار این الله یگانه هست. اعوذ بک من شر نفسی. اعوذ یعنی پناه طلب میکنم به تو ای الله، من شر نفسی، از بدی نفسم، از بدی نفسانی که دارم ای الله تبارک و تعالی، از اون بدی هایش به تو پناه طلب میکنم که مرا حفظ کن از بدی هاش. نفس ما آرام بگردان و مرا پیروی نفس نگردان که نفس بدی های دارد. و من شر شیطان و شرک. و همچنین پناه طلب میکنم به الله از شر شیطان، از بدیهای شیطان، از وسوسه و از راه گم زدن های شیطان به الله تبارک و تعالی پناه طلب میکنم. و شرکه و همچنین از شرکیاتی که شیطان دعوت میکند، آن چیزهایی که شرک است و شیطان ما را به اون چیزها دعوت میکند، از اون من پناه طلب میکنم به الله. و شرکی هم میتونیم بگیم که یعنی شریک آوردن شیطان در بر الله، همچنین پناه طلب میکنم به الله که الله مرا حفظ کند که من شیطان ملعون را در بر الله شریک نآورم، یعنی پیرویش نکنم، اطاعتش نکنم، هر چی که شیطان میگوید من از دنبالش نروم. پناه طلب میکنیم به الله تبارک و تعالی از این شرک شیطان. و ان اقترف علی نفسی سوءا. و همچنین پناه طلب میکنیم به الله تبارک و تعالی ان اقترف علی نفسی، این که انجام بتیم بر نفس خودم سوء را. اقترف یعنی اعمل، اکتسبه یعنی اکتساب کنم، یعنی عمل بکنم، یعنی انجام بدیم بر نفس خودم سوءا، سوء یعنی بدی را. از اینم به الله تبارک و تعالی پناه طلب میکنم که الله از این حفظم کند. او اجره الی مسلمین، یا عمل بکنم یا نسبت بدیم یا ببرم همین بدی رو به مسلمان، یعنی هم مسلمان دیگر رو ضرر بدیم. به الله تبارک و تعالی پناه طلب میکنم از این که همین بدی رو به یک مسلمان دیگر برسانم. یعنی که و ان اقترف علی نفسی سوء یعنی گناه و معصیتی که خود انسان انجام میدهد. و او اجره الی مسلمین یعنی ظلم و ستم، ظلم و ستمی که در حق یک برادر مسلمان میکنیم یا یک مسلمان رو از راه گم میکنیم، از راه بگیم بیراهش میکنیم، از همه اینها به الله تبارک و تعالی پناه طلب میکنیم که الله ما را از این معصیت ها و گناه ها حفظ کند و نگه بدارد. پس این است مختصر ترجمه این دعای بزرگ. بارک الله فیک.